جناب آقای رئیس، بنده دستم به پول آلوده نیست. بنده بپرسید، تحقیق کنید، برید ببینید زندگی من چی بوده، زندگی من چی هست. خیلی کار آسونی است. در هر صورت بخوام بگم که بنده زندگیم روشن و از لحاظ مالی روشنه، از لحاظ سیاسی هم روشن. اگر بنده ترسی داشتم در ایران نبودم امروز. بنده این شهامت رو داشتم بمونم اینجا. بنده تسلیم عدالت بودم، تسلیم بودم و الانم تسلیمم. بنده سرنوشتم دست محکمه است. چه کاری میتونم بکنم به جز که اینجا با شما صحبت کنم؟ جناب آقای رئیس، عمرم رو پشت سر گذاشتم. بنده زندگیم به طرف پایانه. بهارش که گذشت، خزانش در اون 13 سال بود که مورد ایراد، الان داره زمستان شروع میشه. حتی بلکه شروع شده و من 6 ماه روزنامه ندیدم، 6 ماه رادیو نشنیدم. جناب آقای دادستان توانستند تمام اطلاعات رو جمع آوری کنن. بنده دسترسی نداشتم که از کسی یا از وکیلی یا از کسی اطلاعاتی کسب کنم. هر چیزی که اینجا عرض میکنم مسائلی است که به ذهنم سپرده شده و چون هوش سرشاریم ندارم، تمام گناه ها رو به گردن من نذارید. اگر گناهی باشه، به قدر کافی هر فرد انسان در این دنیا گناه میکنه که گناه های افراد دیگرم لازم نیست به گناه های او اضافه بشه